خبر بیماری رو شنیدی باورش نکن. درسته بیماری، استرس گرفتی، ترسیدی، همینجور که داری زندگی میکنی ببین که ترسیدی، ببین نگران شدی، ببین که دکتر یه چیزی گفته که در درون احساس میکنی من هنوز زندگی نداشتم، من هنوز خیلی مونده تجربه داشته باشم. اشکالی نداره، شما اگر باهاش همراه شی، فرار نکنی و سعی نکنی اون بر شما حریف بشه، همینجور دوتایی با هم باشی. یه روزایی حال نداری، یه روزایی بهش فکر میکنی، یه روزایی میترسونی، اوکی، با این حالت باش، با این حالت آهسته و پیوسته باش، یواش یواش دوتایی با هم بریم. انگار تو جیبت یه چیزی هست، ازش فرار نکن، احساساتت رو ببین، اما باورش نکن. باور بحث مهمیه، چون یه دکتر گفته، یه متخصص گفته باور شما میتونه داروخونه داخلی بدنت رو و وجودت رو ببنده و بگه دیگه کاریش نمیشه کرد، وگرنه بدن در داخل خودش یه داروخونه عظیمی داره، اون میتونه هر دردی رو درمان بکنه. داروهایی که اون میده 1000 پله بالاتر از داروهایی که پزشکان میدن. باورش نکن، اصلا باورش نکن، باش همراه شو. من امروز حال ندارم، بدنم درد میکنه، اما بدنم درد میکنه، من امروز ناامیدم، فقط ناامیدم، من امروز ترسیدم. اوکی، این حالتو ببین و یواش یواش برو. این بیماری قطعاً به نفع تموم میشه، مگر اینکه شما رو بزنه زمین.